سلام، دکتر خویی هستم، متخصص طب مکمل و طب سنتی و امروز میخوام چند راهکار در مورد راز سلامتی خدمتتون ارائه کنم. 1. حداقل 20 دقیقه ورزش و نرمش صبحگاهی رو داشته باش. 2. حداقل 10 بار نفس عمیق همراه با مکث کردن رو در صبح داشته باش. 3. در طول روز به میزان کافی آب بنوشید و به خصوص برای کودکان و بزرگسالان که این آب خیلی ضروری هست و حداقل 6 تا 8 لیوان مورد نیاز هست که نوشیده بشه. 4. به غذای خودتون نگاه کنید و موقع غذا خوردن خوب غذا رو بجوین که این باعث هضم و جذب بهتر غذا میشه. 5. به میزان کافی خواب داشته باشین و خواب مناسب و کافی در ساعت 10 شب تا 4 صبح می باشه که بهترین زمان برای ترشح هورمون‌ها و متابولیسم بدن هست و این موارد رو باید رعایت کنید.